فکر میکنم جنایت و مکافات داستایوفسکی بهترین اثر ادبی کل تاریخ و هیچ کتابی رو باش قابل مقایسه نمیدونم و این نویسندرم بهترین نویسنده تاریخ از نظر من. در دوره اول در چندین جلسه تا 70-80 صفحه از کتاب رو خوندیم و با شخصیت اول راسکولنیکوف آشنا شدیم و با تضادهاش که قرار یه جنایتی بکنه، یه پیرزن رباخوار رو بکشه و بعد با پولی که به دست میاره چون بسیار فقیره بتونه کمک کنه به مادر و خواهرش. یکی از چیزهایی که این کتاب تبدیلش میکنه به کتاب اول از نظر من اینه که ما چجوری میتونیم همزاد پنداری کنیم با یه شخصیتی که از همون چند صفحه اول میفهمیم میخواد کسی رو بکشه. یعنی ما با قاتل باید همزاد پنداری کنیم و میکنیم. این یه دانشجو 24 ساله فقیره در یه شهر دور از مادر و خواهرش، پدر رو هم از دست داده، در یه آلونکی زندگی میکنه، فاجعه بار، با وسایل فاجعه بار و همیشه هم اجاره خونش تأخیر افتاده. من پیشنهاد میکنم همه اینایی که گفتم وادارتون کنم، امیدوارم بخوندن این کتاب.